جاء الفاطميون بهذا التراب ووضعوه في هذا المكان المعروف الآن بمسجد رأس الحسين عليه السلام تبركا. وفي الواقع أقيم الضريح، وهناك زيارة أيضا تقال للإمام الحسين عليه السلام. به ادب و احترام و هر آنچه از دامان ایمانت برمی آید سلام می کنی و توقف اینجا جایی است برای اندیشیدن به انسان کاملی چون حسین که باز السلام علیک یا ابا عبدالله. چه وقتی به این پیرزن نگاه می کنی یاد تکریم امامت نسبت به سال خوردگان می افتی. دلت نام حسین را زمزمه می کند که اینجا همه جایش نام فرزند حیدر در تجلی است. نام حسین همان نامی است که از عرش به زمین آمد و زمینیان قدر و منزلت آن را به درستی درک نکردند. پیرزن آمده تا دلش را جوان کند. نگاه کن کمی دقیق تر، اینجا زیارتگاه سوخت جانانی است که با یاد آوردن این که امانتدار رأس الحسین ایمانشان است به لرزه می افتند. تو زائری و ما زائری و هر آن کس که با تاریخ زندگی می کند. زیارت عملی است برای برخاستن دوباره از کسالت ناتوانی. پا در رکاب سفر باید نهاد، باید حادثه ها را دید. اینجاست که وقتی زیارت کنندگان را میبینی با خودت زمزمه میکنی آنچه مهم است تکریم یاد توست که امام، که فرزند نجیب زهرای مرضیه. مردم مصر که عمدتاً عرض کردم اهل سنت هستن، قبله دلهاشون اینجاست. تمام تلاششون اینه که به هر قیمت شده بتونن بوسه‌ای بر ضریح امام حسین علیه السلام در این حرم بزنن. لذا جمعیت فراوانی همیشه میاد، شب و روز جمعیت، خانواده ها میان، از شهرها و استانهای مختلف میان، زیارت میکنن، دور ضریح جمع میشن، زیارتنامه منظوم شعرهای عربی میخونن، دم میگیرن، گریه میکنن، اشک میریزن، حاجت میخوان، حاجت میگیرن، گاهی بچه هاشون رو بلند میکنن که دست بچهشون برسه به اون ذریح و بوسه‌ای بر ذریح حضرت بزنن. همه اینا اهل سنتن. اصلا آدم باورش نمیاد که اینا سنی باشن، احساس میکنه مثل شیعیان دارن رفتار میکنن. عشقشون همون عشقه. و گاه خانواده ها میان اتراق میکنن اونجا از شهرهای مختلف، با خانواده میان توی حرم یا خیابونای اطراف حرم، میبینی با زن و بچه‌ش یه بساطی پهن کرده، یه چراغ کوچولو هم گذاشته با یه قابلمه و 2 تا کاسه. 2-3 روز 1 هفته اونجا زندگی میکنن، برای اینکه در واقع دخیل میشن و حاجت میخوان و حاجتشون رو میگیرن و برمیگردن میرن. این وضعیت عشقیه که دارن. انگار در دلت شور یک سرایش نوحوار دارد میجوشد، چه انگار زیارت همه آل اسماعیل را با خود نیت می کنی. هیچ دقت کرده ای زائران این مکان شریف که مکان رأس الحسین سید الشهداست همه در یک چیز بیش از همه با هم اشتراک دارند و آن اشتراک وحدت آفرین حب و معرفت اهل بیت پیامبر رحمت است. همه اینجا ساکن علاقه های شدید به خاندان رسول گرامی اسلام هستند. آل البيت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة الحبيبة بنت الحبيب، حبكم في القرآن فرض أنزله ويكفيكم من عظيم الفخر أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. وربنا في القرآن قال قل لا أسألكم عليه أجرا مودة في القربى. وآل البيت دول هم راز این همه آرامش، این همه سکینه از یک دلانه به امام نگاه کردن است. نگاه کن، صحن و سرا پر است از میهمانانی که همه به عشق امامشان ترک آسایش کردند، چه اینجا برایشان
معدن امن و جایگاه امان است. نگاه هماره مثل پرنده در جستجوی قله است برای آرام گرفتن و این گلدسته ها بلندترین نقطه تجلی است برای کسی که ساکن حرم است. ما با گلدسته های یاد حسین علیه السلام خیش را خواهیم رساند به قاف قلوب مطمئنه. اینجا را اگر بشناسید دیگر چه حاجت به گشتن و نیافتن، که اینجا جایگاه تجلی دیدار است و انس. به مردم نگاه می‌کنی گو که در بین الحرمین ظهور قامت سلام ایستاده ای. دیگر بار یادآوری و پادر رکاب سفر صدای ضربان قلبت را واضح‌تر از لحظه ورود می‌شنوی. آری من نمکگیر تربت غم‌افزای حسینم. مبادا کاری کنی که شایسته تو نباشد که زائر اینجای دیداری. اینجا قاهره است و تو وقتی در جغرافیای حرم خانه داری انگار که در بهترین منزل‌ها که با آن انس و الفت داری خانه داری. چه انگار که یقین داری. نگاه تشنه‌ات را با چشمه زلال گلدسته ها سیراب می کنی و اینجا را به یاد دلت می سپاری و تازه در درونت سفر آغاز می شود که همانا سفر آغاز حدیث با تو بودن است. که سفر حدیث با تو بودن است. یا لسارات الحسین، 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 یا لسارات الحسین. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. زینت